آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروز من. وصف تو در هر انجمن، خوش آمدی نوروز من. در مکتب تعلیمی همگانی رقم 39 ناحیه سمرقند نیز عید نوروز با شکوه و شهامت خاص تجلیل گردید. از صبح بر وقت صحن مکتب آزاده و آراسته شده بود. آموزگاران و خوانندگان برخلاف عنعنه هر روزه نه اینکه لباس مخصوصی مکتبی بلکه لباسهای ملی و عیدانه به بر کرده در حولی مکتب سرجم آمدند. فخریان و حامیان مکتبی نام برده مهمان عزیز خانه عیدانه بودند. نوروز جدا هم ناز گذشته است. کنی این جوانها همین قطره مهنت کردین، نوروزشون مبارک شود، نوروزشون هر روز شود. من همین جوانایی که همینجا طلبه شده ایستادین، ما همین پدر مادرشون به درس داده که اینها پدر مادرشون، اینها مهم به نیوره حساب می‌یابد. شرایط اینها جدا هم نقص شده که حاضر وقتی که ما اینجا به کاربا آمدیم شرایط دیگر خیلی بود. 30 سال پیش اینجا به من همین بینای ساختگی حالی شکاتورکا نکردین و ها به ما در آمده کار کردگی. تشبسی پرزیدنت موقتی همین کارها جدا هم نقض رفت است. فقط این قشلاق اندیجانی و نه بتون ازبکستان هم بابا این کار جدا هم نقض. جوان ها از همین قاعده قانون ها استفاده برده عالم شوند، دانا شوند، دولت به مهنت میکردگی کارشون همه وقت نقض باشد. امروز نوروز عالم، نوروز نوبهار جشن گرفته ایستادند. ما نفقه خورها را به این روز فیروز تکلیف کردند که ما آماده شاهد آن شده. من همینجا تماشا کرده شدیم. رحمت الهیم آینده به من همین بچه ها، نیوره هامو، ایوره هامو همین مکتب تحصیل گیرند، عالم شوند. محترم پرزیدنت ما میگویند که به تاریخ آینده نیست میگویم. من همین قشلاق با برامده ایستادگی جوان ها حاضر من ریسپوبلیکا برامدم. میخواستم که دنیا میخواست به اینها برام. این البته بیرق ازبکستان را، نام ازبکستان را دنیا برای نشان دادن، نمایش کردن این یک سبب می شود. بنابراین من میخواهم آینده من این بچه های من این مکتب نقص خوانده تمام کنند و عالم ابو علی ابن سینا، بیرونی، میرزا اولوغبک برین آدم های بزرگ شوند و باقی رسند. همتون نیا کرده اسم قدریت ما از قدیم ماندگی. این نوروز عالم می باشد. نوروز این روز سرشوی بهار، روز سرشوی سال می باشد. من خلق ماهان مسلمان خلقش من همین روز سال نو میگویند. من از نام همه نفقه خورهان دهه اندیجانی من همین معلمان مکتبی رقم 39 با این روز فیروز، با روز بهار، روز نوروز تبریک و تهنیت ها گفته به همتون صحت سلامتی آرزو می‌نمایم. خوانندگان فعال مکتب برنامه کنسرتی عیدانه را که بخشیده به عید نوروز آماده نموده بودند پیشکش حاضرین گردانیدند. من امروز در مکتب تعلیم عمومی رقم 39 ناحیه سمرقند تدبیر عجیب شده است که با فرارسی فصل نوروز و موضوع نوروز عجم خوش آمدید در دیار ما. من امروز اعضایان محفل در این روز خرسندی تدبیر عجیب تیار کرده است. البته همه خوش خرسند، فعالان محله در اینجا اشتراک کردند. درون همه
شادی خرسندی از فرصت استفاده برده تمام آموزگاران مکتب سینه را در همین ناحیه سمرقند جمعی آموزگاران را که با آمد ایستادگی فصل نوروز تبریک و تهنیت گفته و آنها با کارهای پرمشقت شرفناکشان کامیابی های بی‌نظیر را تمنا دارم. به صفت معلومات گفتن جایز است که مکتب رقم 39 یکی از مکتب‌های قدیمی و آوازداری ناحیه سمرقند بوده. در آن قریب 1500 نفر دانش آموزان با 3 زبان ازبکی، تاجیکی و روسی تعلیم می‌گیرند. آن روز همه خوانندگان در تدبیر ایدانه فعال اشتراک نمودند. رقص‌های گروهی زیبایی که گلدخترکان مکتب با مهارتانه اجرا کردند از جانب حاضرین گرم استقبال گردید. نوروز کلبان جمله جهان ماسلب چکتر آفتاب قزتب استا شکر یاسلم چکتر یشنم نبیان روشو عبر مانه چیدا یوتم چمنه ازگچه پرداز منه چکتر بینه خوش در ملک ما با رنگ و بوی دل‌لبا پیراهنش از لاله ها نوروزی عالم آمده است نوروزی عالم آمده است با آمدش شادی فزود عالم همه گلپوش شد آمد به گوش سفت و سرود نوروزی عالم آمده است نوروزی عالم آمده است زیبا بشد دشت و دره اطراف همه خوشمنظره با شیلدرازی شرشره نوروزی عالم آمده است نوروزی عالم آمده است نوروز جان به ما میان دایم بشه مهمان نمان با شادی گویم هر زمان نوروزی عالم آمده است نوروزی عالم آمده است نوروز شد و جمله جهان گشت معطر از بوی خوش و لاله و نسرین و صنوبر بر تختی خلافت بینشست آن شاهی صفتر دامادی نبی شیری خدا ساقی کوثر نوروز شد و علی زیروی پذیب بر تختی خلافت بینشست آن شاهی صفتر امروز نشسته علی بر تختی نبی زی آن کو شب روز برابر گردید. غیر از این در جانب دیگری صحن مکتب مسابقه پلاوپزی تشکیل کرده شده بود. جهت جالبی این آزمون در آن بود که آشپزها نه اینکه دختران بلکه جوان پسران مکتب بودند که با مهارت خاص خوراک ملی شاهانه آشی پلاو میپختند. در نزد آنها باشد گلدخترکان همراه استادشان یکی از طعام‌های بهاری سومنک میپختند. آن روز کیفیت خوشی ایدانه تا درگاه جماعی آموزگاران و خوانندگان مکتب را ترک نکرد. نوروز